دوستان عزیز درود. نشر نوبتی برنامه ما البته که اطراف مهمترین مطلب‌های بازار تابستانه ترانسفری میچرخد، ولی پیش از آنه که اطراف ترانسفرهای احتمالی سخن کرده باشیم، البته به فینال لیگ اروپای اویفا در بیلبائو هم یک سر میزنیم. در گشتین ملی اگر که شکوه و نصرت و جلال است، ولی در فوتبال بزرگ اروپایی تنها یک گل است و همین یک گل یگانه را هم در فینال لیگ اروپا تاتنهام به ثمر رسانید. گلی که برای چهره دستان این تیم سون هین مین جهانی شادی و امکان خاطره‌سازی بخشید. بعد جایزه گیر شدن کین با بالونیا و کریستال پالاس، اخیراً بخت بازیگران تاتنهام هم بلندی کرد و سال 2025 را با همین میتوان سالی پر از نشاط و سرفرازی نامید. در آمدی گپ بحث قهرمانی تاتنهام در انگلیا این موسم کلی پرندگان صاحب جایزه شدند. اینجا گپ سری پرنده آتشین از لیورپول در پرمیر لیگ انگلیا، جایزه زاغان از نیوکاسل یونایتد در جام انگلیا، قهرمانی عقابان کریستال پالاس در جام انگلیا و کارنمایی خروس صدا بلند از تاتنهام در لیگ اروپا می رود. در حالی که تاتنهام هم بالاخره به آرزوی دیرینه جایزه گیریش رسید، بارسا باشد بعد جمع کردن کلی جایزه های داخلی باز می خواهد که ترانسفری بزرگی تابستانه هم انجام دهد. این مورد دسته لاپورتا به سمت حمله‌آور کلمبیایی لیورپول لوئیس دیاز چشم علا کرده است. این چهره با استعداد کلمبیایی هم هدف اساسی ترانسفری در نقشه دیرکتوری ورزشی بارسا دکو می باشد. دکو بران است که دیاز در قیاس با نیکو ویلیامز برای سیستم بارسا قلای‌تر خواهد بود. لیورپول سلات باشد در نوبت خود می خواهد از برای بازیگران کناری خویش 85 میلیون یورو به دست آورد. آیا چون اینقدر مبلغ از برای کلمبیایی 28 ساله ارزنده است یا نه؟ این را البته که نفران قرار قبول کننده در بارسا می‌دانند، ولی اگر به تاریخ گزارش گران ارزش کوتینیو از لیورپول به بارسا یک نظر کنیم، ممکن بهترش دیاز مکان براحتش را در صف سرخان از دست ندهد. ولی از جانب دیگر نیکو ویلیامز بعد آنی که از نقشه خریداریش را خود دکو رد کرده بود، بر قصد دسته لاپورتا میتواند به صف ریال گزارش انجام دهد. الکی چنین خبری برآمد که ریال مادرید به جانب نیکو به طور جدی توجه کرده، حتی گفته می شود که رودریگو میتواند از مادرید جامدان عنوان کند. ارزش گزارشی نیکو ویلیامز باشد 58 میلیون یورو را تشکیل داده. چون اینقدر مبلغ البته که برای دسته شاهانه برابر به ارزش دو تنگه میسین است. ولی گپ سر آن میرود که با وجود داشتن نفری پرتلاش و مغرور به مثال وینی جونیور در خط چپ حمله، مگر که نیکو ویلیامز در سیستم خابی آلونسو جای گرفته میتواند، یا که خود وینیسیوس هم الکی با بوی پولهای زیاد عربیان مست شده در تابستان خپودم راه به جانب بیابان پیش گرفتن است. با بازگشت دوباره به سخنهای بارسا تنها همین را علاوه کردنیم که فابریک استحصال کننده استعدادهای فوتبالی از یک جانب به یگان ترانسفری کلیدی آنقدر نیاز هم ندارد. پدری را تعریف سر کردیم که گاوی پیدا شد. گاوی را تعریف تمام نکرده که یامال همگان را در حیرت میگذارد. این نوبت باشد داستان‌ها اطراف یامال و مانند کردن او به مسی تمام نشده. در اکادمی لاماسیا باشد چهره چون اتعای نو پیدا شد. اینجا گپ سری فود دیالوی 12 ساله می رود که الکی در 30 بازی بارسا U16 96 گل به ثمر رسانیده است. فود را نفران داننده فوتبال چون حمله‌آوری دارای آینده ایدئالی میشناسند و از برای داشتن اقتدار گلزنی از دل موقع زیاد قدر میکنند. در حالی که الکی 96 گل در یک موسم زده است، یامال در سن سال او همگی 68 گل زده بود. خلاص که بارسا با وجود داشتن چنین استعدادهای نادر در سالهای نزدیک دیگر همه رقیبان را ترسان میکند. در وطن فوتبال باشد بعد آنی که من سیتی در فینال جام انگلیا پیشروی اتوبوس لندنی از کریستال پالاس را گرفتن نتوانست، پپی سروایران دیگر هر مورد بهانه رفتن را پیش آورده است. خوسپ گواردیولا برای این مورد کریزیس بزرگ را پس سر کرد و هرچند که تا به آخر وضعیت را در پرمیر لیگ انگلیا درست نمود، ولی اخیراً صندوق جایزه‌های من سیتی هم این موسم به مثال خود سری پپ به موی خالی ماند.
سبب رفتن پپ بعد کل این رویدادها غیر عادی و عجیب به نظر می رسد. پپ بر آن است که در صورتی از من سیتی خواهد رفت که شماره بازیگران احتیاطی را کم نکنند قراری رفتن خواهد کرد. گپ‌های خود گواردیولا چنینند: من با باشگاه گفتم که بازیگران زیادی را در هیئت نمیخواهم که 5-6 بازیگر را در کرسی احتیاطی بگذارم. این برایم لازم نیست. من میروم. اگر آنها یک هیئت تام را ترتیب ندهند من باقی نمیمانم. مرا صدقا نمی‌بارد که شماره زیادی بازیگران را در کرسی احتیاطی باقی گذارم و برایشان امکانیت بازی را ندهم. خلاص که چنین گپ‌ها واقعا هم عجیب به نظر می‌رسند، در حالی که دست‌های مثل آرسنال و اینتر از نداشتن هیئت چهار ذخیروی و عوض کنندگان درکاری دچار مشکل شدند. پپ باشد مست شده و بازیگر در دسته کم کردنی است و خیالم بعد آنی که موسم را با دستان خالی جمع بست کرد دیگر برای رفتن چاره نیافت و پیشکی چنین بهانه‌ها را پیش می‌آورد. دسته دیگری منچستری باشد. بعد آنی که آخرین امکانات نجات موسم شرمنده‌وار را از دست داد و در موسم آینده از امکانی برآمد در یوروجام‌ها نیز محروم شد، سراسیمه‌وار به بازار می‌براید. این مورد گفته می‌شود که یونایتد امریم نوبسته از تلاش‌های خریداری ماتئوس کونی از وولورهمپتون همچنین اشتیاق بزرگ خریداری ویکتور دیاکرش از اسپورتینگ را نیز دارد. بازیگر شوئدی که این موسم الکی بیش از 50 گل به دروازه رقیبان زد و قهرمان پرتغالیا نیز گردید، میتواند با مربی سابقش در انگلیس همراه شود. هرچند گپ و چپ اوید آمدن دیاکرش به آرسنال زیاد بود، ولی پولداری امیو میتواند نقشه های ترانسفری ارتتا را خراب کند. بعد 3 گل خویلوند 70 میلیون در بیش از 30 بازی و بهای 2 گرفتنش در فینال لیگ اروپا، البته که اگر دیاکرش بر این گلزنها را به اولد ترافورد نیارند وضعیت این دسته بزرگ انگلیسی انیق تباه می شود و این تیم هم انیق شرمنده دو دنیا می شود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.